تلاطم، راوی داستان‌های زندگی. از بچگی هرچی یادمه تو حموم زندونی بودم. دیگه صدای چیکه چیکه کردن آب رو که میشنیدم دلم میخواست سرمو به دیوار بکوبم. مامانم وقتی بچه بودم از دنیا رفت. من که حالیم نبود، ولی میگن قلبش مادرزادی مشکل داشت و بالاخره هم کار دستش داد. با اینکه هنوز خیلی جوون بود و فقط من و داداشم رو داشت از دنیا رفت. من و شهرام دو قلو بودیم. بابام از پس ما دوتا بر نمی اومد. خودشم که از صبح تا شب سر کار بود. برای همین با پرسجو یه زنی رو عقد کرد و آورد بالا سر ما. من و شهرام بچه های شیطون و با روحیه‌ای بودیم، ولی اونقدر از دست مهین زن بابامون کتک خورده بودیم که دیگه هیچ حسی جز درد و نفرت یادمون نمونده بود. من و شهرام 11 سالمون بود که یه روز مهین طبق معمول همیشه باز منو تو حموم زندونی کرد. صدای شهرام رو میشنیدم که با مهین دعوا میکنه و میگه خواهرمو آزاد کن. خلاصه صدای جیغ و داد مهین و داد و هوار شهرام کل خونه رو برداشت. یهو صدای وحشتناکی مثل شکستن شیشه به گوشم رسید و بعد از اون سکوت کامل خونه ساکت شد. دیگه نه صدای شهرام رو میشنیدم نه مهینو. ترسیده بودم. شروع کردم محکم به در کوبیدن. داد میزدم چی شده شهرام؟ بعد از چند دقیقه صدای شهرام رو شنیدم که میگفت شهرزاد خوبی؟ گفتم آره چی شده اون بیرون؟ شهرام سری در رو باز کرد و گفت بیا بیرون. هرچی شده مهم نیست، فقط بدو بیا بیرون. پرسیدم کجا؟ گفت میریم پیش ننه راضیه. با شنیدن اسم ننه راضیه تمام وجودم پر از شوق شد. ننه راضیه مادر مامانم بود. یه زن مهربون که همیشه با اون دستای کوچولوی گرمش دستمو میگرفت و برام قصه های قشنگ میگفت. وقتی مامان زنده بود خیلی زیاد میرفتیم پیششون، ولی با اومدن مهین به زندگیمون رابطه با ننه راضیه هم کم شد هم دیر به دیر میدیدیمش. وقتی هم میومد انقدر برای ما و دخترش زار میزد که دیگه وقتی برای دیدار و شادی باقی نمیموند. سریع از همون اومدم بیرون. با دیدن مهین که انگار بیهوش رو زمین افتاده بود تعجب کردم. آروم پرسیدم شهرام کشتیش؟ شهرام گفت من فقط هلش دادم، بیا بریم تا بابا نیومده. شهرام رفت تو اتاق بابا و یکم پول برداشت و گفت بدو بریم. دوتایی بدو از خونه بیرون زدیم و خودمونو به ترمینال رسوندیم. از اونجا با مینیبوس راهی روستای مادر بزرگم شدیم. تا برسیم 3-4 ساعتی طول کشید. من خیلی ترسیده و خسته بودم. زودی خوابم برد، اما شهرام تا خود روستا بیدار بود. دور و بر رو میپایید. وقتی رسیدیم مادر بزرگ بغلمون کرد و با خوشحالی گفت پس شما اینجایید؟ بابا 10 بار زنگ زده، دلش شور افتاده بنده خدا. چرا بهش نگفتید میاید اینجا؟ شهرام گفت نه مهین شهرزاد رو زندانی کرده بود، از دستش فرار کردیم. من زد تو صورت خودشو گفت راست میگی؟ شهرام گفت نه هیچی به بابا نگو،
نمیخوام بیاد دنبالمون. ننه یکم فکر کرد و گفت فعلا بیاین تو تا ببینم چی میشه. 10 روزی پیش ننه بودیم. اونجا خیلی خوش میگذشت. بچه‌های خاله ها و دایی ها هم که همسن سال خودمون بودن مدام می اومدن پیشمونو بازی میکردیم. من نمیدونم ننه بابا چی به هم میگفتن، ولی یه روز بابا اومد روستا و همه وسایل و لباس و کتاب دفترهای ما رو آورد و رفت. به همین راحتی. بعدها ننه گفت مهین گفته دیگه با این بچه‌های وحشی زندگی نمی‌کنم. منم از خدا خواسته به بابات گفتم شما رو پیش من بذاره. از اون موقع بابا ماهی 1-2 بار به همون سر میزد. یه پولی هم میداد و میرفت. هرچی بزرگتر میشدیم شهرام بیشتر و بیشتر از بابا متنفر میشد. پسر خالم صابر 3 سال از ما بزرگتر بود. یه پسر مهربون و با صفا که از همه پسر خاله هم خوبتر بود. راستش از همون سن کم صابر رو دوست داشتم. هرچی بزرگتر می شد این حس دوست داشتن معنای بیشتری می گرفت. دیگه وقتی با هم بازی می کردیم یا دور هم غذا می خوردیم نگاهمون به هم گره می خورد. اونقدر دوستش داشتم که نفهمیدم چند وقتی که بهش خیره موندم. من اونقدر تابلو بازی در آورده بودم که حتی شهرامم متوجه شده بود. ولی به حرمت خواهر برادری به روم نمی آورد. ولی کم کم دیگه هرچی ازش برمی اومد انجام میداد تا من و صابر کمتر با هم باشیم. اما صابر هم دیگه متوجه عشق من به خودش شده بود. ولی هیچ وقت چیزی به روم نمی آورد تا اینکه فهمیدم صابر قراره بره سربازی. اون موقع من هنوز مدرسه می رفتم. دلم آشوب بود. خاله همه رو دعوت کرد باغشون تا صابر رو راهی سربازی کنه. آخ که دلم آشوب بود. تمام ورق و کاغذ و دفترام پر بود از شعرهای عاشقانه‌ای که در وصف چشمای صابر نوشته بودم. آخ که چقدر دوستش داشتم و دوری ازش برام سخت بود. همه دور هم نشسته بودن و خالمو دلداری میدادن، ولی نمیدونستن دل من خیلی بیشتر از دل خاله آشوبه. ننه و خاله ها و زندایی ها یکی یکی به صابر سوغات میدادن و میبوسیدنش. آخ که دلم میخواست منم بغلش کنم، ببوسمش، بهش بگم چقدر در نبودش دلتنگ میشم. آخ که هیچ کس، حتی خود صابرم نمیدونست توی خوابم بارهای بار بغلش کردم و بوسیدمش. وقتی صابر هدیه‌اش رو از خاله گرفت بغض عمونم نداد. به بهونه دستشویی رفتم ته باغ. در رو بستم و حسابی زار زدم. صورتم رو شستم و وقتی مطمئن شدم میتونم به خودم مسلط باشم از دستشویی اومدم بیرون که یهو صابر رو جلو روم دیدم. تا باهاش چشم تو چشم شدم دوباره کنترلم از دستم رفت و زدم زیر گریه. صابر دستمو گرفت و قبل از اینکه بتونم بفهمم چی تو سرشه منو به آغوش کشید و گفت منم دلم برات تنگ میشه شهرزاد. خیلی وقت عاشقتم. خیلی وقت میخوامت. با زبونی که از خوشحالی و شوق به زور میچرخید پرسیدم چرا تا حالا حرفی نزدی؟ سرشو پایین انداخت و گفت عشق حرمت داره شهرزاد. میگفتم حرمتش میرفت. بعدم قبل از اینکه جوابی از من بشنوه چشم تو چشمم انداخت و گفت
شهرزاد، منتظر میمونی از سربازی بیام؟ میخوام زنم باشی، مادر بچه هم باشی. قبول میکنی شهرزاد؟ از خوشحالی میخواستم پرواز کنم. جوری تو چشمای خمارش غرق بودم که هیچی نمیفهمیدم. باشه‌ای گفتم و اونم یه بوسه رو پیشونیم چسبوند و یه انگشتر نقره کوچیک تو دستم گذاشت و گفت این باشه نشونه بین ما. منتظرم باش شهرزاد، من بی تو میمیرم، یادت باشه. و سری رفت. تا چند دقیقه فکر میکردم خواب دیدم، ولی با دیدن انگشتر توی دستم مطمئن شدم همه چیز واقعیه. صابر 2 سال سربازیشو توی یه جای دور از ما خدمت میکرد. برای همین خیلی کم میتونست بیاد روستا. عین این 2 سال و عین یه آدم مست بودم که جز فکر صابر و عشق صابر هیچی برام معنا نداشت. هر روز میرفتم خونه خاله و هم تو کارا کمکش میکردم، هم فضای خونه‌شو میبویدم. آخه بوی صابر همه جا بود. خالم خیلی منو دوست داشت. مدام برام هدیه میخرید و بهم عشق مادری میداد. بالاخره 2 سال سربازی صابر تموم شد و برگشت روستا. تو روستا همه روی زمینه و باغ خودشون کار میکنن. صابرم از این قانون مستثنا نبود. تا برگشت روستا تو باغ و زمینای باباش مشغول کار شد. منم دیپلمم رو گرفته بودم و کمک حال ننه بودم. یه شب صابر و خاله ها اومدن خونه ننه و وقتی شام رو خوردیم خاله در مقابل همه منو برای صابر خواستگاری کرد. ننه که گفت هرچی خودش بگه. شهرامم که میدونست من عاشق صابرم سکوت کرد و گفت من هم میذارم به عهده خودش. صابرم از خوشحالی و خجالت سرخ شده بود و سرشو بالا نمی آورد. خاله گفت من قبلا با شهرزاد حرف زدم، اونم گفته رو حرف بزرگترها حرفی نمیزنه. تعجب کردم. آخه خاله هیچ وقت با من در این زمینه صحبت نکرده بود. با صدای هلهله و شادی جمع به خودم اومدم و وقتی خاله حلقه طلایی رو دستم کرد تازه فهمیدم چی شده. بابا هم وقتی جریان رو فهمید برای عقدمون اومد روستا. مهینم آورده بود. یه دختر کوچولوی خوشگلم داشتن که ظاهرا خواهرم بود. خلاصه که من و صابر ازدواج کردیم و رفتیم سر خونه زندگیمون. شهرام هم 5 سال بعد از ازدواج ما یه روز اومد پیشم و بهم گفت عاشق خواهر صابر شده. ازم خواست براش خواستگاریش کنم. منم از شنیدن این خبر خوشحال شدم. اونا هم ازدواج کردم. هر دومون خوشحالیم و دخترای من جانان و مرجان الان بزرگن. یکیشون امسال کنکوری بود و روانشناسی قبول شده، یکیشم 2 سال دیگه باید کنکور بده. بچهای شهرامم پسرش 14 و دخترش 10 ساله است. خیلی کنار هم خوشحالیم. ننه فوت کرده و بابا و مهینم سالی 1 بار بهمون سر میزنن.